سلام. امروز مورخ 20 شهریور 404 من امسال از محصولات شرکت زمرد کویر سبز یزد استفاده کردم که مدیریت میرجلیلی هستن. من امسال برای اولین بار که بچگی توی کشاورزی بودم همچین باری توی لوبیام واقعا ندیدم. من از شهرستان شازن روستای کزاز استان مرکزی هستم. حالا الان میخوام تعداد پیله های یه بوته رو براتون بشمارم. این یه بوته است. این بوته ما دور برش بوته نداریم. این بوته تنهاست. اینجا شمارش که زدم 40 خورده بود. دوباره الانم میشمارم من 1 2 3 51 52 54 الی 55 تا غلاف داره این بوتمون. غلافامونم تعدادشون رو بخوام بشمارم 1 2 3 4 5 6 7. این یکی 8 تاییه. 1 2 3 4 5 6. این یکی 6 تاییه. این 8 تاییه. این 2 4 5 7 تاییه. غلافامونم کوچیک نیستن که بگن کوچیکه. خدا به مهندس یه عمری بده که واقعا با این همه زحمت و دردسر بار خوبی لوبیا گرفته. اینجور که لوبیا نشون میده فکر میکنم بالای 4 رو بزنه. حالا دیگه با خدا